وای بابا غذاهای اینجا حرف نداره. دستپخت فقط دستپخت خودم. بابا توی تخم مرغم من بهترین آشپز دنیام، همین که گفتم. اصلا روایت هست که کبوتر با کبوتر، قاز با قاز. آقا باز با بازه ها. اونی که من میگم درست. نظامی گنجوی گفته. نظامی گنجوی برای خودشون گفت همیشه حق با منه، مگه نه؟ بله. وای بچه اون دختره که اونجاست چقدر خوشگله. خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما هیچ کدومتون مثل من نمیشی. بچه‌ها یه اتفاقی قراره بیفته. باز تو شروع کردی؟ بعد این همه مدت هنوز به حس شیشم من اطمینان نداری؟ نه یه چیزی میخواد بشه. با من ازدواج میکنی؟ بیا دیدی گفتم. با اجازه بزرگتر رو بله. مامان شومی صورتی هم کجا؟ همون کامودته. دامن توریم هم نیست. کجا داری میری؟ میخوام برم سر کوچه ماست بخرم. یه ماست خریدن این همه تیپ زدن داره. مادر من چه ربطی داره؟ من همیشه باید زیبا باشم. همیشه باید خوشگل باشم. خوشگل. آخ جون بستم رسید. خانم تو رو خدا انقدر خرید نکن، خدا انقدر بسته‌هایشو برو آوردم، میخوام از کارم استفاده بدم. اینا چیه این همه میخری؟ اینا ماگای استنلیه. این روزا خیلی ترند شده. بعد من اینا رو از گری کالا میگیرم زیر 2 تومن. تازه این هم رنگ بندی داره. به جز اینا کلی گجت‌های کاربردی دیگه هم داره. یکیشو میدی به من؟ نه اینا مال منه. خب من همینا رو میبرم. صفو کجا میری؟ چی شده چه گریه میکنی؟ چیه داره به نیمیاش چیر میده. بابا تو چرا اینقدر احساساتی؟ دست خودم نیست. بابا پاشید بریم مسافرت عشق و حال بگردیم. چیه همش نشستیم تو خونه؟ پاشید بابا. پاشو بریم دیگه. حسش نیست. بابا خودت همین 5 دقیقه پیش گفتی من اون آدم 5 دقیقه قبل نیستم. الان نمیخوام بریم. مودی هم خودتی. وا